جهت بهتر نمودن ثبت صفت انتقال عکس و نوار و تامین با صفت پخش مستقیم چهاربینی‌های مهم سطح جمهوری منطقه‌ای و بین‌المللی تصمیم گرفته شد که 34 نقطه اساسی بنا و انشاءات دولتی که در شهر دوشنبه واقعاً با مرکز انتقال موج‌های رادیو و تلویزیون رقم 1 توسط خط اپتیکی پیوست کرده شود. لایحه مذکور با درازی 72 کیلومتر 72,000 متر مسافه و 8 سمت را در 3 مرحله در بر گرفته با عملی گشتن آن مشکلات موجوده انسان حل خود را پیدا می‌نماید و سطح و صفت انعکاس مستقیم چهاربینی‌های مهم دولتی باز هم بهتر می‌گردد. عین زمان تطبیق مرحله یکم لایحه مذکور که 20,150 متر را در بر می‌گیرد پورا به انجام رسیده. اجرای مرحله دوم آن آغاز گردید. تا امروز 37,300 متر آن پورا خط اپتیکی گذرانیده شد. باقی مانده اندک کمتر از 33,000 متر مانده است. من گمان میکنم در مرحله دوم مرحله سوم این پورا به انجام میرسد. آنگاه ما دیگر میتوانیم به اینترنت از زمان هر مقطعی که چهاربینی برگزار گردد در شبکه یکم پورا انعکاس کنیم و دسترسی همین شبکه‌های دیگر گردانیم. دوستان عزیز، تا این دوره مرکز انتقال موج‌های رادیو و تلویزیون رقم 1 در قصر تنیس و مجموعه ورزشی اوبی نزدیک جامعه مرکزی شهر دوشنبه و مسافه 9,000 متر ملکت پیوست کرد. محترم نمایندگان وسطای اخبار عمومی، در دوام سال 2023 از طرف اداره‌های تلویزیون تاجیکستان با خزینه نوار ویدیویی و فیلم‌های بایگانی کمیته بیش از 521 مواد تلویزیونی که از گزارش برنامه فیلم‌های مستند عبارت می‌باشند برای نگهداری پیشنهاد شدند. همچنین 23 مواد مکمل و نوار نمایش‌های ادانه 34 ساعت که در سال 2023 با اشتراک و سخنرانی محترم پیشوای ملت برگزار گردیدند و خزینه وارد کرده شد. در دوام سال مواد 1213 فیلتر از فرمت SP HP و 569 فیلتر از فرمت DVD کم و رقمی برگردانده شد. چین مواد از سال 1929 در بایگانی کمیته در شکل لنته‌ها نگاه داشته میشد، قریب که پورا با ورسیای الکترونی رقمی گذرانیده شد. این بسیار کاری برجسته شده است، بسیار قسمت شایسته شده است. هم در شکل جاسک دیسک ها گرفته نگاه می‌داریم و هم در سروری کلان پورا که با یگان اینترنت در یگان که پیوست نیست برای نسل‌های آینده ضبط کردن نگهداری کرده می‌شود. بسیار قسمتی برجسته است. از نام خدام، از نام هیئت مشاوره کمیته، از نام همه شما اگر شما اجازه دهید با کارمندان دستگاه ارخیو بایگانی اظهار منتداری و تشکر برای اجرای این کار بسیار مهم بین‌المللی دوستان عزیز. خب در مؤسسه دولتی اکادمیای وسطای اخبار عمومی بسیار کارهای زیاد به انجام رسانده شد. وقتی بسیار شما را نمیگیرم، از همه کاری مهمش رو میگیرم. از روی 17 رشته حیات جمعیتی نقشه های تعلیمی ساخته شده با مرکز کارهای متدی وزارت معارف موافقه کرده شد. یک نسخه به دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فرستاده شد. اما اکنون برای ژورنالیست‌هایی که کسب ژورنالیستی دارند کورس‌های تکمیل اختصاص وابسته به این سمت‌ها شروع شد. مثلا سمت مالیه و بانکداری، سمت کمونیکاسیا و راه، سمت معارف و علم، سمت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، سمت جوانان ورزش، سمت زنان و عائله. خلاصه من سرگپی نکنم 18 سمت و اکنون پورا ژورنالیست‌هایی که در این سمت‌ها سمت کشاورزی، سمت صنایع و دیگر سمت‌ها، ژورنالیست‌هایی که در این سمت‌ها در اداره‌های این سمت‌ها فعالیت می‌کنند با تکمیل اختصاص فرا گرفته شده. اپارات کاتگوریوی همین سمت‌های حیات جمعیتی به ایشان پورا آموزانده می‌شود که شناس شوند. مقصد از همین عبارت است. البته 8 سال بعد
از روی 8 سال در مشغولیت ها 313 نفر کارمندان جدید تکنیکی شبکه‌های تلویزیون و رادیو اشتراک کردند و سمت نهم دهم علاقه این سال شروع شده است. من گمان میکنم تا آخر سال پر را به انجام برسد. اینچنین برای روزنامه‌نگارانی که اختصاص روزنامه‌نگاری ندارند برنامه تعلیمی تهیه کرده شد. از فیلولوژی تمام کردگی است، تیپ تمام کردگی است، بیولوژی تمام کردگی است، تاریخ تمام کردگی است، اما ژورنالیستی کسبی نیست. برای ایشان نیز ما از روی 96 ساعته برنامه تعلیمی تیار کردیم، فراگیری سر کردیم، می‌آموزانیم و سرتیفیکات می‌دهیم که همین روزنامه‌نگار در همین سال حقوق پررای فعالیت کردن دارد. و بیش از 200 نفر آنهای در کمیته کار میکنند که تحصیلات چی ندارند، میانه کسبی و عالی کسبی هم ندارند، تحصیلات میانه عمومی هم. با ایشان نیز ما کارها رو جدی سر کردیم. اینجا محفل ها داریم، با واسطه محفل ها با واسطه دیگر حرکت میکنیم با مکتب‌های عالی در شکل وایرونه داخل شوند، سای معلومات شوند. اینا اصلا فراش‌ها هستند، باغبان‌ها هستند، افراد پیش خدمت هستند. ما همین ایشان هم میخویم. امروز شماره کارمندان واسطه‌های اخبار عامه کشور ناواسطه از شک تشکیلی حقوقیش را بیش از 7000 خصوصی کتی در نظر دارد. 7000 نفر را در بر میگیرند. در تمام دولت‌های گرد و اطراف دولت‌های همسایه در بعضی دولت‌ها در 3 سال یک بار، در بعضی دولت‌ها در 2 سال یک بار به تکمیل اختصاص فرا گرفته می‌شود. ما لایحه قرار حکومت آماده کردیم، با وزارت اداره‌ها موافقه کرده ایستادیم، شتات‌های علاوگی برای اکادمی واسطه‌های اخبار عامه جدا کرده می‌شود. در اینجا کافدرا با وجود می‌آید. حرکت می‌کنیم که در هر 1-2-3 سال ژورنالیست‌ها، روزنامه‌نگارای هم سکتور دولتی هم سکتور خصوصی رو با تکمیل اختصاص فرا گیریم. بالای ما کار کرده ایستادیم. در مجلس جمع‌بسته حکومت جمهوری تاجیکستان هم یکی از بندها که تاکید شده است همین است. دوستانی عزیز، انا با کمال احترام من از شما خواهش میکنم، من سوالات داشته باشه، سوالات نتید ما با سوالات شما جواب میدیم. فقط من خواهش میکردم که با همه سوالات من جواب نگردانم. هر سوال با کی تعلق دارد همون آدمی متصدی جواب کردن. من اگر ضرور شد پرم کنم. مرحبا. از نشان مطبوعاتی سال گذشته وابسته به منزل اقامتی چی تغییرات است و چند پول و کار از قیمت خانه ساخته شود؟ لایحه منزل استقامتی از پریس کنفرانس نشست مطبوعاتی گذشته تا امروز پورا از اکسپرتیز دولتی کمیته ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گذرانده شد. تمام ایرادهای گفته‌اش تصدیق کرده شد، بازپس فرستاده رازیگی گرفته شد. این یک از حکومت شهر دوشنبه اجازت ساختمان گرفته شد. قرار رئیس محترم شهر دوشنبه جهت اجازت ساختمان گرفته شد. خب با بیرجه اصلاف کرامه اگنتی دولتی جهت اعلان کردن آزمون مزایده تندر میگن بیشتر مکتوب کرده فرستاده شد. غالب این آزمون روزهای نزدیک معین می شود. من تخمینا احساس میکنم کدامش میگذرد و پیش که شما با نگویم که کاری ثواب نیست. این خیلی کار معین می شود. روزهای نزدیک ساختمان شروع می شود. بالای این معاون رئیس کمیته علیزاده سهراب کار کرده ایستاده است. پروا بسته است. یک سردار ریاست هماهنگسازی برنامه‌های تکنیکی من دادر عزیز بالا شود کار کرده ایستاده است. دو سرمحاسب کمیته دلشاد شراف‌الدین زاده کار کرده ایستاده است. سه نرخ نوای بینا معین شد. این دوره از کدام حساب ساخته می شود سر معین شد. از حسابی ولی یک بار از جد بالا شود.
аз ҳисоби кумитаи телевизион ва радио ва воҳидҳои сохторӣ вай сохта мешавад. мо ин байн ба мактуб кардем ба директорҳои ҳамаи шабакаҳо. кадом шабака чанд хона мегирад? Якхонагӣ, духонагӣ? ҷавоб омад. ҳамаи шабакаҳо қариб мегирифтагӣ шуданд. тахминан 80 манзил кумитаи телевизион ва радио ва воҳидҳои сохторӣ вайро мемонад. 64 манзил ба зерсохторҳо тақсим карда дода мешавад, чунки маблағгузораш эшонад. нарху навои ҳар як квадрати метр муайян карда шуд. ман шумо ба нагӯям, чунки кори савоб нест ва иваз шуда мештад вобаста ба курс. аз ҳисоби кумитаи телевизион ва зерсохторҳои он ман дар назар дорам телевизиони Сафина, телевизиони Баҳористон, телевизиони Сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, телевизиони Шаҳнавоз, телевизиони Синамо, телевизиони Варзиш, телевизиони Шаҳр ва ҳамаи шабакаҳо сохта мешавад. мо ба рӯи хаташ омад бо мактуб муроҷиат карданд. акнун вақте тендер мегзарад рӯзҳои наздик пудратчӣ ки муайян шуд, байни кумитаи телевизион ва радио пудратчӣ шаҳрнома ба имзо мерасад. тибқи ҳамин шаҳрнома корҳо шурӯъ мешавад. баъд байни кумитаи телевизиону зерсохторҳо шаҳрнома мешавад. ҳар зерсохтор ҳамон манзилеро мегирад, маблағша вай ба воситаи кумита чӣ кор мекунад? ҷуброн мекунад. мо дар таҷрибаи худи ҳамин телевизиони варзиш ба ҳамин дарк расидем ки на танҳо такмили ихтисосиё омӯзишҳо, ҳамкориҳои судманди дуҷонибаи байни телевизионҳо ва нигоронашон, ҳамкориҳо фақат не, ҳатто мубодилаи таҷрибаи мо бо дигар телевизионҳо бисёр судманд аст. сатҳи кумита дар мавриди ҳамин ҳамкориҳои байналмилалӣ ва мубодилаи таҷриба чӣ иқдомҳои сурат мекунад? беҳтарин савол. мана яке аз онҳо инҷа мана ки ҳузур дорад пурсида, шумо рафта дида, мана таҷрибаи эрон омӯхта омадам. ин чиз ҳаст, аз телевизиони варзишам, канал телевизиони варзиш. пеш аз ҳама ман шуморо табрик мекунам барои тими Тоҷикистон ин шаб 5-3 дар аморати муттаҳидаи араб. ман тамошо кардам ин шаб. бисёр серкор будам, лекин ҳатман шитамина аҳли оила ки то набераҳо хурду калон тамошо карда чӣ қадар хурсандӣ кардем. Табрик. Баромад ки ҳамкорӣ телевизиони варзиш бо дигар телевизионҳо кард барномаи саволатон ба ҷо, саволатон дуруст аст. бояд бошад ин барои ҳамин мо маҳфилҳо ташкил карда забономӯзӣ дигар чиро баромонда шуда бисёр муҳим аст. на ба как аз эрон баргаштан, пеш аз ин Китой сафар карда будам, бишинед як гурӯҳ баргашт омадан. мин баъд мо ҳамин кора давом додани ҳастем. ин як дуюм ба воситаи стипендияи президентии дурахшандагон мо як шабакаи якума нигоҳ намекунем. аз ҳамаи шабакаҳо, аз шабакаи якум як аз дикас буд, боқӣ монда аз шабакаҳои дуюм дигар буданд. ҳатман мо фаро мегирем. чӣ дар хориҷи кишвар ҳам таҷриба омӯзӣ, ҳам аз такмили ихтисос гузаштан ва профессура ҳайати олимои соҳавиро даъват карда дар инҷа такмили ихтисоса баромондан. инам роҳи ҳалли масъала аст. мо болои кор карда истодем ҷиддӣ. яке аз камбудиҳои асосӣ аст ҷаноби олӣ эҳрот гирифтанд, мо болои кор карда истодем. вақтҳои ахир мардум бештар ба шабакаҳои GMTV ро оварданд ва баъзан мушоҳидаҳо низ нишон медиҳад ки воқеан ин шабакаҳоро ки ҳамун сериалҳои туркӣ доранд дар хонаводаҳо зиёд тамошо мекунанд. мехостам пурсам ки оё кумитаи телевизион радио ёки ниёзҳои марбут ба ин ё шояд академияи иттилоъ ягон пажӯҳише анҷом додед ки сатҳи бинандаҳоро маълум кунед ки чӣ қадар одам барномаҳои шуморо тамошо мекунад ва то куҷо бо шабакаҳои хориҷӣ аз ҷумла GMTV ё шабакаҳои русӣ рақобатпазир ҳастанд? он шабакаҳоро шумо бештар тамошо мекунед ва шабакаҳои дохилиро мо аслан дар назар доштем. кадом шабакаҳоро тамошо мекунед ва чӣ гуна пешниҳодо доред, кадом барномаҳо ба шумо писанд аст, дар охир пешниҳодашонро чӣ мекардам. пешниҳод мекардам ҳамин саволе ки шумо додед муқоисавӣ, яъне мо ҳамин гуна савол восида надодем ба мардум ки ё шабакаи GMTV-ро зиёд тамошо мекунед, Тоҷикистонро. саволеш ин гап шумо воқеан ҳам дуруст аст ки дар онҷа киноҳои туркӣ ки зиёд ҳастанд, мардум бештар
بعد با زبان فارسی امروزه ترجمه بسیار خوب هم میشوند. از این نقطه نظر هم زبان هم سیمای مثلا توجیکانه همون فیلم ها مردم بخش جلب کردگی است. لیکن ما از این پس همین سوال شما رو به نظر گرفته کوشش میکنیم که همین گونه سوالای مقایسه‌ای با شبکه‌های خارجی بگیریم. تشکر زیاد. گذرانده شدگی است هر یک شبکه در دایره فرمت خودش عمل میکنه. ما شبکه سینما داریم. دیرکتوری شبکه سینما اینجا حضور دارد. وظیفه اساسی شبکه سینما با سریال های داخلی مثلا وطنی سلسله فیلم های وطنی و نمایش گذاشته تامین کردن طلبات بینندگان همین ساحه است. اکنون گفتن که تمام مردم تاجیکستان از همون شبکه گفتگی شما را این البته اشتباه است. هر شبکه با میگم فرمت دارد، وابسته به فرمتش و الکترات خودش بیننده شنونده خودش بیننده خودش دارد. تلویزیون بهارستان برای کودکان نورسان، تلویزیون شهنواز برای همه آنهایی که سرود و آهنگ و موسیقی گوش کردن میخواهند، تلویزیون علم طبیعت تلویزیون شما طبیعت شناسی و علم این برای کارمندان ساحه علم، برای کارمندان ساحه معرف، تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی برای همه آنهایی که به رشته‌های هنرهای مردمی و همین فرمت‌ها با تقسیم شدگی است. در دایره فرمت خودش عمل میکنه. یگانه شبکه‌ای که شبکه سیاسی، شبکه ارسالی است، این شبکه یک است. بنابراین تلویزیون تاجیک وابسته به سوال دویمتان قانونگذار به هر یک نهاد دولتی ستاتوسی معین، وظیفه معین وابسته کرده است. سیاست فرهنگی کشور را در عمل تطبیق وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان میکند. هیچ ضدیت بین کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که سیاست اطلاعاتی دولت در تاجیکستان تطبیق میکند با وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان که تطبیق کننده سیاست دولتی در ساحه فرهنگ است، هیچ ضدیت، هیچ مقابلت نیست. ما برابر کار میکنیم. هر نهاد سمتی فعالیت خود را دارد. بنابراین وابسته به همین همه سفرهایی که به خارج کشور می شود، من در پیش حاضر در یونسکو روزی مولانا جلال الدین بلخی در نظر است و وابسته می شود وزارت فرهنگ. لیکن هنرمندان ما نیست در برنامه‌های کنسرتی، در برنامه‌های هنری که در داخل در خارج کشور در این حالت‌ها برگزار می‌گردد پر اشتراک می‌کنند. خبرنگاری زپلوس دو سوال داشتم با شما. سوال یکم این که در سال 2023 چند درخواست برای گرفتن لیسانس شدن تلویزیون‌های خصوصی به شما اومد و چند درخواست اونها جواب یعنی که شدن اون تلویزیون شما اجازه داده و چند درخواست اونها جواب رد گرفت. 23 با کمیسیون جمهوری کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان 31 مشترکان مراجعت کردند. از این 18 تا گزارنامه در سایت تلویزیون و رادیو جمهوری هر مدار برای اجرا و رسمیت در آوردند. 1000 برای شده استیشن مسئولیتی آدیویزیوالی و 5000 دیگر رد کرده شد در سایت استیشن مسئولیتی آدیویزیوالی. میتونه که کدام گزارنامه با کی خود داده شده میگم تلویزیون مشخص کنم جدا روی خط شستن اگر خویش جو که شما تیم اگر که تیم بهتر میشه وقتی ما حواسمند هستیم که شخصانی که میخواهند تلویزیون و رادیوی خصوصی کشور در همین منطقه باشند. وظیفه اساسی بازرسی نظارت کردن فعالیت آنها است که از سیاست دولتی اطلاعات دور نروند، در پای تطبیق سیاست دولتی اطلاعات باشند.
این چیز هست. خب سوالی دویمه اصلا سوالی دویمه که شما دادید با این ادیتوریا علاقمندی نداره. شما با من همچون با یک اولین این سوالا به فکرم دادید. من اون کتاب پورا خوندم، فکر اندیشه خود رو دارم و اگر شما وقت یا بگوید من شما کتی در اطراف این موضوع وقتی روزنامه نگارا را نگیریم من حتما شما کتی صحبت میکنم. نتیجه رو در جمله هم میگوید نتیجه نتیجه را با یک جمله اصلا گفتم بسیار مشکل. مؤلفان این کتاب همان هدف را پیگیری کردن که حزب نهضت اسلام، حزب تروریستی نهضت اسلام پیگیری کردن است. این یک جمله. سوالی من اوید به ریکلام در تلویزیون‌های کشور بود. ریکلام به تلویزیون‌های کشور از روی کدام پرینسیپ انتخاب می‌شوند که چی را مثلا تبلیغ کنند، چی را نکنند؟ چون بعضی محصولاتی هست که ما در تلویزیون‌های ما تبلیغ نمی‌شود. کدام پرینسیپ در اینجا فرم می‌گیرد؟ پرینسیپ هم در نزد کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری ترکستان شورای بدهی داره و شورای تحریری داره. ما ملت هستیم که طی 6000 سال در سخن والا عالمیان را به وجه آوردگی هستیم. ما حق و حقوق در زبان مادری در زبان تاجیکی اشتباه کردن غلط کردن نداریم. برای این ناگزیر ما از متن رو از شورای تحریری میگذاریم میبینیم که همین متن درست است یا نه، با استقلالیت دولتی ما سازگار است یا نه، با ارزش‌های ملی ما سازگار است یا گزند میرساند. ما همین نظر میگیریم. اکنون هر کسی با کدام متن به ما مراجعت کرده است ما قریب همکاری کرده ایم وابسته به فرمت شبکه ها. چون رکلام باید در همون شبکه داده شود وابسته به مضمون و محتوای همون رکلام که برنده‌اش بیننده‌اش در همون شبکه است. ما بیشتر به همون چی میکنیم؟ باز میگم مثلا تلویزیونی سفینه تلویزیونی فرهنگی است، تلویزیون شاهنواز تلویزیون سرود و موسیقی است، شبکه یکم شبکه سیاسی است. دیگر شبکه ها را من گفتم هر یک کدامش فرمت دارد. مراجعت میکنن ما میبینیم. متاسفانه نفرهایی که رکلام میتونن بعضا تندستی میکنن متن و نوارهای را که در کدام یک شبکه افریقایی، اروپایی یا که فرض کنیم امریکایی به حیث رکلام دادن نمای عیناً همون ما با گرفتن میبیرن. ما میبینیم که طرز لباس پوشیش، افت و اندامش، مناسبتش، طرز بیانش با ارزش‌های ملی ما، با ارزش‌های وطنداری ما، با افتخار و شان و شرف شهروندی ما موافقت نمیکنه. بنابراین ما میگیم که برادر جان بیایید ما همین با شما همکاری کنیم ساخته تیم شما بود. شما باشد که ما همون رولینگ میگن ما سازی شروع کردن که با ما موافق خوب شده میگه تو مبلغ صرف کردن نمیخواهد میگیرد میخیزد میرد یکی بسیاری راضی میشون ما مرحمت همین شبکه من برای معلوماتتون بگم 4 سال پیش رکلام شبکه یکم نمیدونم 400-500 هزار بود، امروز 4 میلیون سومانی برسید. درآمدی رکلام از شبکه یکم تلویزیون با شبکه‌های رادیویی یکجایی. ببینید چقدر دینامیکا دارد. دیگر شبکه‌ها را اگر ببینم بوجه وقتشون رکلام بسیار است، اونا رکلام میتونن. باز میگم اگر فرهنگی بگونه رو، اگر طرز حیاتی بگونه رو، چیزی که به اصالت ملی ما گزند میرساند اکسپانسیا نمیکرده باشن با واسطه این رکلام ما با چشم تیار هستیم همکاری کردن. اگر اکسپانسیا میکرده باشن ما اجازه نمیدیم. تلویزیون سینما ما فیلم‌ها رو می‌بینیم، فیلم‌های استحصال روسی، استحصال آمریکا که با دوبلاژ روسی گذاشته میشن، اما فیلم‌های استحصال ایران و که حتی با دوبلاژ نیاز ندارن فکر میکنن
گذاشته نمیشوند. اگر این هم در آینده که ما همکاریمون زیاد مرحبا. است دیرکتور شبکه سینما کشورها برنامه گذاشته می شود از جمله ایران نیست کم باشد ولی هست از تو کشورهای شورایی نیست هست سلسله فیلم کم نمیشه خیلی مشاهده کرده باشید ولی هست گاه نگاه میکند پیوسته که نمیبیند ندیدش فیلم های ایرانی هست فیلم های باز میگویم شما باید درست فهمید بالای اینم فکر کردن بعد برنامه های حجوی هزار دردی مردم دوام میکنند برنامه های حجوی کمتر بالای اینم کار کردن نکن خیلی برام موندیم شبکه کن کردیم نارمندو را یافتیم جدا کردیم سلسله بندی کردیم بالای این کار کردن نکن بعد برنامه های تنقیدی را بیشتر کردن نکن از تنقید تفصیلا در کار نیست با صدها چیزهای دیگر است که آیسته آیسته بالای اینا کار کردن مونده کار حرکت سیستم تلویزیونی ما رو هنگام کشودن بینای نوی تلویزیون سفینه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری ترکستان محترم جناب ولی مومنی رحمان در حضور همه رهبران شبکه‌های تلویزیونی گفتم 34 بند من نوشته گرفتم جمع کردم یک تا فرمودم نوشته گرفتم ما سال 2024 سالهای من بعد از پی اصلاحی همین محدودیت ها هستیم مثلا نرسیدن نواربردارانی سطحی بسیار بلند نواربرداران سطحی بسیار بلند نبودن هیئت رئیسوری بسیار پروفسیونالی کارگردان ها اینچونی و غیره و غیره دیگر من سرگپی نکنم ما از پی اجرای همین هستیم نه وقت من شما گفتم الان ما با واسطه مرکز درخشندگان استیپندیای پرزیدنتی مرکز درخشندگان الان مکتوب کردیم ما نیتی در خارج کشور برای ماندن تجربه آموزی کارمندان رو از همه شبکه ها نیت داریم برای ماندن این یک اونجا با فرستادن در کار 6 ماه 4 ماه از وقت گذرد تجربه آموزی گذرد تجربه دیگر رو مخته بینیم خصوصا روسیه قزاقستان بلاروس ایران دولت های اروپا با رای کرده ما بالای علاقه کار سر کردیم این یک دویم متخصصان هیئت پروفسوری خارجی کشور خیطوی به مثلا چین در این نمیخواه دعوت کرده در اکادمی واسطای اخبار عامه تکمیل اختصاصی رشته های مختلف برای ماندن بالای این هم ما کار کرده سودیم من گمان میکنم که دستور و هدایت هایی که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری ترکستان محترم جناب ولی به ما دادن ما نقطه به نقطه پیگیری میکنیم و در فرصت کوتاه‌ترین همه آنها رو تطبیق میکنیم راه حل فصلشان مییابیم برام دیگر سوال نیست اگر دیگر نباشد از نام هیئت مشاوره کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری ترکستان و همه روزنامه‌نگارانی که با سوال‌ها مراجعت کردند در نشست مطبوعاتی کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری ترکستان شرکت کردند اظهار منت‌والی و تشکر می‌کنم.